بسم الله الرحمن الرحیم. سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره هست که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم در کجا نازل شد؟ در غار حرا نازل شد، در جبل نور. وقتی که جبریل امین آمد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اقرا بخوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من خواننده نیستم. باز گفت اقرا بخوان. جبریل امین از آسمان و حکم آسمان گپ میزد که تو را با سواد و با قرائت و عالم و دانشمند الله میسازد. رسول الله هم از زمین گپ میزد که من خب چیز رو یاد ندارم. گفت اقرا باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام ربت الذی، او ذاتی که خلق تو را خلق کرده. خلق الانسان من علق، انسان خلق کرده از یک علق یک خون بسته. اقرا بخوان و ربک الاکرم، و پروردگار تو بسیار با کرامت است. الذی، او ذاتی که علم تعلیم داد بالقلم، توسط قلم. علم الانسان، تعلیم داد انسان را ما لم یعلم، آنچه را که انسان نمیدانست. در آیات قرآن از تکنولوژی طبی و تکنولوژی علمی تمدن اسلام اینجا بحث میکنه که خالق متعال خلق کننده انسان از علق است. پروردگار با کرامت است. علم با کتابت و قلم. انسان چیز دانند که او نمیفهمید. کلا، نچنین است که انسان ها فکر میکنن ان الانسان لا یطغی، یقینا که انسان طغیان و سرکشی میکنه، مثل که ابو جهل میکرد. الرآه، چه وقت این طغیان میکنه، چه وقت این سرکشی میکنه، چه وقت این ضد شریعت الله قانون میسازه. الرآه استغنا، وقتی که خود بی نیاز و بی پروا بدانه، خود غنی بدانه، بگه من به شریعت نیاز ندارم و یا من به مال الله نیاز ندارم. ان الی ربک رجع، یقینا که به سوی پروردگار تو بازگشت است. ارأیت، آیا دیدی ابا جهل و ابا جهل صفحتها را، الذی، او کسی که ینها منع میکرد مردم را. کی را منع میکرد؟ عبدن، بنده ای را که اذا صلی، وقتی که نماز میخوان، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوان، این میخواست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برابرش اذیت برسانه. ارأیت، آیا دیدی این کان علی الهدی، اگر می بود به هدایت، او امر بالتقوی، یا امر میکرد به پرهیزگاهی. ارأیت، آیا دیدی این کذب، اگر ای تکذیب کرد، و تولی، و رو گشتان. علم یعلم، آیا نمیداند که بان الله یرا، به این که الله میبیند. کلا، نچنین است که ای تصور میکنه. لئن لم ینتهی، اگر ای از این دشمنی های خود دور نشه. لنصفعا بالناصیه، باز او را الله متعال میگه که میکشیم با ناصیه، از پیشانیش و موی پیشانیش میگیریم. ناصیتن، پیشانی که کاذبتن، دروغگو هست. خاطئتن، کاذبتن، دروغگو هست. خاطئتن، خطاکار است. فلیدعو، پس ای دعوت بکنن نادیهو، اعضای امو نادی خود یا امو مجلس خود را. سندعو الزبانیه، ما هم امر میکنیم، طلب میکنیم زبانیه را. امو کسایی که خازنین دوزخ هستند. کلا، نچنین است که این شخص تصور میکنه الله متعال دشمنای خود هلاک میسازه. لا تطعه، تو از این انسان، از این مردمای بیدین پیروی مکن. واسجد، سجده بکو به الله. واقترب، و با سجده خود به بارگاه الله قریب بگرد.